شما هم دوست دارید یاد بگیرید هر عکسی که میخواد رو تبدیل به عکس کارتونی کنید؟ تو این اپیزود اسمارتیز با من همراه باشید تا بهتون یاد بدم چطور با استفاده از هوش مصنوعی تو چند ثانیه و کاملا رایگان این کار رو انجام بدید. پس بزنید که بریم. برای اینکه عکسامون رو تبدیل به کارتون کنیم ما از سایت لئوناردو AI استفاده می‌کنیم. این سایت یکی از قوی‌ترین برنامه‌های هوش مصنوعی تو ساخت تصاویر هستش و برای دسترسی بهش باید وارد آدرس app.leonardo.ai بشید. وقتی وارد این صفحه شدید اینجا دکمه لاگین رو بزنید و بعدش هم ایمیلتون رو وارد کنید تا یک اکانت براتون ساخته بشه و وارد صفحه اصلی این سایت بشید. زمانی که شما یک اکانت توی این سایت میسازید به صورت روزانه بهتون 150 تا توکن رایگان میده و به ازای هر پرامپتی که بهش میزنید یک تعداد توکن رو ازتون میگیره. تعداد توکن هایی که ازتون میگیره بستگی به پیچیدگی کاری که شما با این هوش مصنوعی دارید انجام میدید داره. حالا واسه تبدیل عکس به کارتون اینجا کامیونیتی فید رو انتخاب کنید تا ببردتون به گالری تصاویری که کاربرها با این هوش مصنوعی ساختن. حالا اینجا سرچ کنید کارتون تا تصاویری رو بهتون نشون بده که با استایل کارتون ساخته شدن و از بین اینها هر عکسی که از استایلش خوشتون اومد و دوست داشتید عکستون با اون استایل کارتونی بشه رو انتخاب کنید و روش کلیک کنید. زمانی که شما روی یک عکس کلیک میکنید پرامپتی که باهاش اون عکس ساخته شده رو بهتون نشون میده. این بخش بالا پرامپت اصلی هستش و این بخش پایینی اصطلاحاً نگاتیو پرامپت مربوط به این عکس هستش که توش گفته میشه چه چیزهایی نمیخوایم توی عکس وجود داشته باشه. فقط موقع انتخاب عکس حواستون باشه عکسی رو انتخاب کنید که مثل این عکس تو پرامپتش جزئیات زیادی در مورد استایل عکس گفته شده باشه و طبیعتاً پرامپت هایی که در حد یک یا دو تا جمله هستن به دردتون نمیخوره. وقتی عکس مورد نظرتون رو انتخاب کردین دکمه ایمیج تو ایمیج رو بزنید و وارد صفحه بعدی بشید. حالا اینجا تو این قسمت پایین اول باید عکس فعلی رو پاک کنیم و عکس خودمون رو که میخوایم کارتونیش کنیم رو آپلود کنیم. بعدش میریم سراغ پرامپت. باید پرامپتی که باهاش اون عکس قبلی ساخته شده بوده رو ادیت کنیم و بخشایی که به عکس ما نمیخوره رو حذف کنیم. پس توی این پرامپت بخشایی که عکس قبلی رو توصیف کرده باید پاک بشه تا تو عکس ما تاثیر نذاره. مثلا کلمه بلک باید حذف بشه، وری دارک اسکین باید حذف بشه. ولی بخشای مربوط به استایل رو بهشون دست نمیزنیم. بعدش میریم سراغ نگاتیو پرامپت. چون تو تصویری که من انتخاب کردم مهمه که صورت خوب در بیادش، این 4 تا پرامپت رو به عنوان نگاتیو پرامپت میزنم تا صورت‌ها بهتر ساخته بشه. این سمت چپ هم میتونیم تعداد خروجی هایی که برامون میسازه رو انتخاب کنیم. من بهش 4 تا خروجی رو میدم و بعدش بخش مهم ماجرا اینه که تو قسمت اینیت استرنگث مشخص میکنید که عکس ورودی چقدر روی ساخت خروجی تاثیر داشته باشه. من مقدار این رو نیم میذارم. مدل هوش مصنوعی رندرمون هم دریم شیپر ورژن 7 میذاریم بمونه و میزنم که عکسمون ساخته بشه. و اینم از خروجیش. واقعا خروجی هایی که داده یکی از اون یکی خوشگل تره. حالا بریم که یک عکس دیگه هم همینطوری باهاش بسازیم تا این کار بیشتر براتون جا بیفته. این بار میخوام این پوستر فیلم باربی رو براتون کارتونی کنم. خب دوباره وارد صفحه اصلی میشیم و مثل دفعه قبلی کامیونیتی فید رو میزنیم و این بالا سرچ میکنیم کارتون. حالا میگردیم دنبال عکسی که استایلش رو دوست داریم و مهمه که پرامپتش جزئیات استایلی زیاد و مناسبی رو داشته باشه. خب من از این عکس خوشم اومده. پرامپتش هم خیلی خوبه. فقط این بار میخوام نگاتیو پرامپت خود این عکس رو هم تو ساخت عکس کارتونیمون به کار ببرم. واسه این کار باید این نگاتیو پرامپت رو همینجا کپی کنیم چون اتوماتیک تو صفحه بعدی نمیره و وقتی که کپی کردیم بعدش ایمیج تو ایمیج رو میزنیم که به مرحله بعدی بریم. حالا اینجا دقیقاً طبق مراحلی که تو ساخت عکس قبلی رفتیم اول میریم که این عکس رو حذف کنیم و عکس خودمون رو وارد میکنیم. مقدار اینیت استرنگث رو هم روی نیم قرار میدیم و میریم سراغ پرامپت تا پرامپت رو طبق عکس خودمون ادیت کنیم. مثلا جمله سیلی بیزینسمن تا انتها باید حذف بشه و تو ادامهش باید بگیم که یک دختر و پسر توی عکسمونه که داخل یک ماشین هستن. پسر پشت ماشین نشسته و داره به دختر نگاه میکنه. بقیه‌اش هم کلمه به کلمه میخونیم و هر چیزی که مربوط به عکسمون نیست رو پاک میکنیم. حالا نگاتیو پرامپتی که تو صفحه قبلی کپی کرده بودیم رو اینجا پیست میکنیم. البته اون 4 تا جمله که تو پرامپت قبلی زدیم رو هم من بهش اضافه میکنم که صورت‌ها توی عکسمون درست در بیادش.
بعدش تعداد خروجی هامون هم هر تعدادی که میخوایم انتخاب میکنیم. من 4 میذارم بمونه و میزنیم که خروجی ها رو تولید بکنه. خب تو این خروجی ها دختره رو خوب ساخته، ولی پسر اصلا خوب نیست. قیافه شکل دختراست. واسه اینکه اینو درست کنیم من اول اینو تست میکنم که مقدار اینیت استرنگث رو بیشتر میکنم. مثلا میذارم روی 65 صدم. اینجوری درصد بیشتری از عکس اولیه روی ساخت خروجی تاثیر میذاره. تعداد خروجی ها رو هم 2 میکنم که توکن کمتری ازم بگیره و میزنم که خروجی بده تا ببینم خروجیش چطوری میشه. خب خروجیش خیلی بهتر از قبلی شدش. من واقعا ازش خوشم اومدش. ولی میخوام یه چیز دیگر رو هم اینجا تست بکنم. توی این قسمت فاین تیون مدل میتونیم مدل هوش مصنوعی که باهاش عکسامون رو میسازه رو هم عوض بکنیم. من میخوام این عکس رو با مدل 3D انیمیشن استایل رو هم تست کنم. فکر کنم خروجی خیلی خوبی بده. بریم ببینیم خروجیش چطوری میشه. به به چقدر خروجیش خوشگل شد. من واقعا واسه این عکس همچین چیزی توی ذهنم بودش. پس اینجا تغییر دادن فاین تیون مدل ها باعث میشه که خروجی های متفاوتی رو بگیریم. من حالا این دوتا رو تست کردم. شما میتونید بقیه رو هم تست کنید ببینید خروجی هایی که میگیرید چطوریه. طبیعتا هر کدومش روی یک سری از پرامپت ها بهتر جواب میده. ولی کلا به نظر من از بین همه این مدل ها واسه کارتونی کردن عکس ها همین دوتا مدلی که اینجا توی این ویدیو اومدیم تستشون کردیم از بقیه خیلی بهترن. و این هم از کارتونی کردن عکس ها. واقعا با هوش مصنوعی اینجور کارا هم خیلی راحت شده و هم به نظر من جنبه سرگرمی هم گرفته. مثلا واسه عکس پروفایل خیلی باحاله. میتونیم تو 2 سود عکسامون رو کارتونی بکنیم. اگه این اپیزود رو دوست داشتید و براتون مفید بودش یادتون نره که پستمون رو لایک بکنید، کانالمون رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو هم بزنید تا وقتی پست جدید گذاشتم نوتیفیکیشنش براتون بیادش. تا اپیزود بعدی شما رو به خدای مهربون میسپارم و خدا نگهدارتون.